با سلام به همه 5 صبحیا. امیدوارم خوب باشید. تا به حال حس کردید وظایفی که در لیست کارهای روزانه نوشتید به خوبی پیش نمیرن؟ همه ما این تجربه رو داشتیم. هر روز میشینیم و شروع به انجام دادن مهمترین کارها و وظایف میکنیم. اما در انتهای روز باز هم کلی از کارهای توی لیست باقی مونده و روز بعد حتی بدتر از قبل. کاری که شروع کردیم از چیزی که فکر می‌کردیم بیشتر طول کشیده و این خیلی حس بدیه که انگار توی یک چرخه بی‌نهایت افتادیم و توی کار غرق شدیم. اگر این صحبت‌ها برای شما آشناست، پس وقتشه از یک روش جدید که کارایی شما رو بالاتر میبره برای انجام کارهای روزانه استفاده کنید. تایم بلاکینگ چیه؟ تایم بلاکینگ در واقع یک روش برنامه‌ریزیه که بهره‌وری شما رو از طریق انجام کار متمرکز در بلوک‌های زمانی خاص افزایش میده. در این فرمت وظایف با تاریخ و ساعت مشخص در تقویم شما ترسیم میشن و از اینجا به بعد شما در اون واحد فقط روی انجام یک کار متمرکز میشین و نه چند کار با هم که این به روز کاری شما وضوح، هدفمندی و مرزهای مهم اضافه میکنه. به عبارتی تایم بلاکینگ فرم دیگری از روش پومودورو که در اون زمان به بازه‌های 25 دقیقه شکسته میشه هست. اصلا چرا انقدر تایم بلاکینگ مهمه؟ به صورت خلاصه میتونیم بگیم به شما کمک میکنه از دو منبع گرانبها یعنی زمان و تمرکز به خوبی محافظت کنید. وقتی حواس پرتی هایی مثل نوتیفیکیشن ها و ایمیل های دریافتی منبع هدایت روزکاری شما میشوند، بهره وری به شدت کاهش پیدا میکنه. بعضی از داده ها نشون میده به صورت متوسط 23 دقیقه طول میکشه تا شما تمرکز خودتون رو دوباره به دست بیارید. استاد بزرگ بهره‌وری کال نیوپورت میگه وقتی اجازه بدید پیام‌های دریافتی و ایمیل‌های شما برنامه روزانه شما رو هدایت کنن، در سطح‌های ابتدایی یا شغل‌های متوسط ممکنه خیلی تفاوتی ایجاد نکنه. اما بهترین ها زمان خودشون رو مثل سرمایه گذاران سرمایه با ارزش خودشون میبینن، منبعی برای دریافت بهترین بازده. البته تایم بلاکینگ فواید دیگری هم داره. کمک به ایجاد فلو یا غرقگی. فلو یا عبارت فارسی آن غرقگی حالتی است که در حین این اتفاق افراد معمولاً احساس لذتی عمیق، خلاقیت و مشارکت تمام جانبه در زندگی رو تجربه میکنن. حواس پرتی رو به حداقل میرسونه. چون تایم بلاکینگ دقیقاً مخالف مولتی تاسکینگ یا چند کارگی است، به شما اجازه تمرکز کامل روی یک وظیفه رو میده که این خبر خوبیه، یعنی اشتباهات کمتر و سرعت و کیفیت بیشتر. احساس کنترل ایجاد میکنه. وقتی احساس کنترل بیشتری نسبت به اون چه انجام میدهیم داریم، به کاهش استرس و اضطراب کمک بسزایی میکنه. در کوتاه مدت با روش تایم بلاکینگ کنترل بیشتری رو برنامه روزانه خواهید داشت و در بلند مدت امکان برنامه‌ریزی و تصمیم گیری موثرتر رو برای شما به ارمغان میاره. تا اینجا میدونیم تایم بلاکینگ چه روش فوق‌العاده‌ایه، اما چجوری باید انجامش بدیم؟ گام اول اینه که وظایفی رو که باید انجام بشوند مشخص کنیم. اولین قدم اینه که از خودتون بپرسید کارهای تکراری که هر هفته انجام میدید کدوم‌ها هستن؟ لیستی از اونها تهیه کنید و اونها رو بر اساس اهمیت اولویت بندی کنید. در عین حال باید در نظر بگیرید چطور میتونید هفته خود رو با حداکثر بهره‌وری برنامه‌ریزی کنید. همونطور که برنامه‌ریزی می‌کنید واقع بین باشید و از خود بپرسید چه کاری در روزهای مختلف منطقیه. با همون روزها در گذشته مقایسه کنید. مثلا آیا شنبه ها همیشه نامه‌های اداری رو ارسال می‌کنید یا مثلا در روز جمعه لباس‌ها رو می‌شویید؟ آیا سه شنبه ها جلسه دارید؟ بر این اساس برنامه‌ریزی کنید. گام دوم، تخمین بزنید که هر کاری باید چند ساعت طول بکشه. در این مرحله برای هر کاری یک مدت زمان انجام تخمین بزنید. حواستون به مقدار زمانی که در حالت معمولی هدر میدید باشه و اون رو از زمان تخمینی حذف کنید. نیاز نیست که دقیقه به دقیقه رو حدس بزنید. فقط با یک تخمین شروع کنید و به مرور این زمان رو تنظیم کنید. اگر دقیقاً نمیدونید به کارهای مختلف چه مقدار زمان باید اختصاص بدید، از تکنیک پومودورو استفاده کنید. در ابتدا از بازه‌های 25 دقیقه استفاده کنید و ببینید هر کار چند پومودورو نیاز داره. برای یاد گرفتن تکنیک پومودورو حتما ویدئوی پومودورو رو ببینید. گام سوم، تصمیم بگیرید که چقدر زمان انعطاف پذیر می‌خواهید به برنامه خودتون اختصاص بدید.
یک دفعه یک چیزی پیش میاد. زندگی همینه. به همین علت شما باید برای کارهای متفرقه و کارهایی که شما رو غافلگیر میکنن زمان داشته باشید. این زمان انعطاف پذیر میتونه برای وظایف برنامه‌ریزی نشده یا ملاقات‌های اتفاقی باشه. مثلا وقت دکتر. گام 4، مرور برنامه. خب برنامه تایم بلاکینگ شما تقریبا آماده شده. الان وقتشه ساعت‌های لیست وظایف رو با میزان ساعت انعطاف پذیر خود محاسبه کنید و از خودتون بپرسید: آیا از ساعت کاری من بیشتر شد؟ آیا کمتر شد؟ در هر صورت اون رو به درستی تنظیم کنید. مرور کردن برنامه باید به صورت مداوم انجام بشه. اجازه بدید برنامه تایم بلاکینگ شما در طول زمان تکامل پیدا کنه. اگر برنامه یا ساعت کاری شما به صورت فصلی تغییر میکنه، نیاز هست این برنامه رو ماهانه یا 3 ماه یک بار به روز رسانی کنید. گام 5، تایم بلاکینگ رو با اپلیکیشن تقویم مورد علاقه خودتون پیاده سازی کنید. الان وقت شروعه. با اطلاعاتی که برای برنامه تایم بلاکینگ جمع آوری کردید، در هر اپ تقویم که دوست دارید میتونید شروع کنید. گوگل کلندر یا حتی کلندر معمولی گوشیتون. حتی اگه بخواین میتونید از تقویم‌های روی میزی هم استفاده کنید. اگر در ابتدا برای شما اجرای بلاک‌های زمانی کارهاتون سر زمان سخت بود، از زنگ ریمایندر استفاده کنید و مثل همیشه برنامه‌ها رو بر اساس زمان‌های مناسب به روز رسانی و تنظیم کنید. مرسی که با ما همراه هستید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید تا جمعمون بزرگتر بشه. تا ویدیوی بعد 5 صبحی، بدرود.